همراه با دوست شد. ببینید یک حدیث بخاری مسلم جوان پیش رسول اکرم آمد، یک جوان اعرابی بود، شاید صحرایی بود. گفت یا رسول الله متى الساعة، قیامت کی میشه؟ خب قیامت این لحظه است که هر چه تا آدم دیوش پاره میکنه. کسانی که به او باور دارن اونها هم از ترس قیامت خدا را یاد میکنن. کسانی که باور ندارن ظاهرا خوشان تسلی میتن که اینها افسانه است و یا خرافات، همونها هم خوابشان نمیبره شبای ترس قیامت. و یک دروغ است این گفته خوشان ظاهرا تسلی میتن اما دهشت قیامت همونها هم لرزانده میستن. برای خاطر من برام گفته باید 100 گرم عرق پرق من نوشن تا یکی خیال من پریشان شده گفتن. خوب قیامت کی میشه یا رسول الله؟ گفت قیامت اینه چی؟ روز تمام شدن این دنیا، روز آغاز دنیای دیگر، روز مکافات گرفتن در پیشگاه پروردگار بندگانی با طاعت و با ایمان، روز جزا گرفتن بندگانی قانون شکن و ناسپاس و ناشکر. او روز قیامت است. این قرآن و صراحتا بیان میکنه. رسول اکرم تا شما میخواهید قیامت بر اعلا پیش چشتان ببینه، سوره اذا واقعه را تلاوت کنه. گفتن سوره اذا الشمس کورت تلاوت کنه، سوره اذا السماء فطرت تلاوت کنه که این سوره ها قیامت با همه دهشتش مثل یک صحنه تئاتر بارین برای ما نشان میکنه. این شخص پرسید یا رسول الله قیامت کی میشه؟ من از دهشت قیامت شبا خوابم نمیبرد. از این سخنهایی که از شما درباره قیامت شنیدم من دهشت فرا گرفته است. گویا که کی میشه؟ رسول اکرم تن ماذا اعددت لها؟ قیامت که میشه؟ گفتم و وعده خدا هست، خداوند وعدش خلاف ناپذیر است. میشه قیامت، لیکن شما بگویید برای قیامت چی توش تیار کردید، چی آمادگی دیدید؟ ماذا اعددت لها؟ هر کس برای یک روز سختش در پیش تیاریش میبینه. من امروز بایای ما به خاطر روز سختی در پیشم پلاشون میبرن در دیگه تیاریش میبینه. من امروز بایای ما به خاطر روز سختی در پیشم پلاشون میبرن در دیگر جاها بجا میکنن. برای چی؟ برای روز مبادا، برای احتیاط. قیامت میشه گفتن حضرت، لیکن تو چی توش داری؟ چی تیاری داری برای همون قیامت؟ خب اصحاب چی گفتن؟ او صحابه چی گفت؟ یا رسول الله من نماز بسیاری ندارم، توشی بسیاری ندارم، نه از نماز و نه از صدقات و نه از روزو، فقط یک توشه دارم، یک دست آویز دارم، یک دست قپک دارم. این هم باشه اینی احب الله و رسوله، خدا را دوست می‌دارم، پیغمبری خدا شما را دوست می‌دارم. یا الله. ببینه اعرابی بود، صحرایی بود، مثل ده مردای خودمون باریم، اما ایمان او رو ببین محکمی شد با قوتش که گفت یا رسول الله البته 5 وقت نماز میخوان. این معنا نداره که وای نماز نمیخوان، نه، او 5 وقت نماز میخوان. رمضان مبارک روزش میگرفت، اما مثل دیگر شیخ ایشان ها بر این وظیفه بسیاری نداشت. نماز دل شب نداشت، روز دوشنبه و پنجشنبه و میانی ما نداشت. گفت یا رسول الله من توشی بسیار ندارم، این نعمت هایی که خدا برای من داده است همه عبادت های من اگر حساب کنیم شکرانی یک نعمتش نمیشه. یک نعمت چشمی که خدا برای شما عزیزان داده است یک چشم گیره دیگرشون طرف مونه. همین اگر همه طاعتاتانه، همه نمازاتانه، همه روزهاتانه، همه حجاتانه، همه
کارهای خیری کردگی تا اگر در ترازو مونند یک شکرانی نعمتی چشم ادا نمیکنند. ببینه خدای مهربان چشم چگونه نازک آفرید. در پهلوش یک گوشتی که میده که پیدا کرد همیشه و آب برآورده مثل چشم تر میکنه تا اینکه پشت پلپاشکای چشم به حضور رفته بیاد. اگر آب اوای قاق شد این چشم زود ای کار میبره، دو بار پرده پوشیده چشم خیره میکنه میکنه. خلاصه اون نازکیه که خدا در یک چشم ما داده است. اگر همه کارهای خیری ما رو جمع کنیم شکرانی هوای نمیشه بشه. من توشه ندارم که برای اعتماد کنم داده است. اگر همه کارهای خیری ما رو جمع کنیم شکرانی هوای نمیشه بشه. من توشه ندارم که برای اعتماد کنم وای من صاحب بهشت کنه. فقط یک توشه دارم یا رسول الله، یک دستاویز دارم که انی احب الله و رسوله. من خدا را دوست می‌دارم، آفریدگار آسمان و زمین، خالق همه موجودات، خدایی که برای ما جان داد، خدایی که برای ما شکل صورتی زیبا داد، خدایی که برای ما اکسیژن داد، خدایی که برای ما نور آفتاب داد، خدایی که برای ما نور مهتاب داد، خدایی که برای ما ستاره های درخشان با شماری زیاد داد. خوب این طرف شمونیم. انا همون خدا رو من دوست میدارم به خاطر نیکی هاش. ببین یک کس نیکی کنه حتما شما وی دوست بداره به خاطر نیکی هاش. مگر خدایی که این قدر نیکی از روزی در رحم مادر پیدا شدن مان تا روز منمان بسته به خاک سپاریدن این قدر نیکی میکنه، این قدر یاردن میکنه، این قدر نعمت میکنه، مگر وی لایق دوست داشتن نیست؟ مگر این چشمی بینا رو با آن نازکیش دنیای غرب داد؟ مگر این گوش شنوا رو با او پرده های کجید و کجاوش با آن نازکی هاش دنیای امروزه داد؟ امریکایی ها خطایی ها دادن؟ مگر یک معنی سر یک گردک چارمغز بان چیز است که تمام وجود انسان کنترل میکنه، صدها میلیونها میلیاردها مسئله رو در خودش جا میکنه که کامپیوتر امروز در پیش وی هیچی است. وی خدا نداد؟ مگر این قدر نعمت برای ما داد او لایق آن نیست که ما او رو دوست داریم؟ ما او رو در پیش گاهی با عظمتش قامت ما خم کنیم و سبحان ربی العظیم گوییم؟ آیا او سزاوار این نیست که پیشانی زیبامون در بالی خاک مونیم نه در بالی قالینای غوث سبحان ربی الاعلا گوییم؟ لایق نیست؟ یا دکتر میره چشم تبابت میکنه یا دارو 100 بار هزار رحمت دکتر جان، هزار رحمت دکتر جان گفته ای در میبرایی، اما یک بار تفکر نمیکنی که تو کی به این صورت زیبا آفرید؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو که این عقل سالم داد، تو که این قامت زیبا را داد، تو سالم و صحت آفرید و بیچاره ها رو دیوانو شل و مجروح بیاره کی کرد؟ یه بار این در اندیشه نمیکنی بچن. بنابراین از صحابه چه گفت؟ من خدا رو دوست میدارم به خاطر این قدر نعمت های دادگیش و شما پیغمبر زیبا را، شما آفتاب تابان رسالت دوست میدارم که تو من از دوزخ نجات دادی، تو من صاحب ایمان کردی، تو من خدا شناس کردی. من به همه هستیم تو رو دوست میدارم یا رسول الله. دیگه من نه نماز بسیار دارم و نه طاعت و خیر احسانی. ببینه ایمان و محکمیشی بینه بچم. ولی ما را اگر میپرسم من چی میگفتم؟ میگفتم من نماز شب دارم، 20 بار حج رفتم رنگی پای بچه اینجا، هر سال رمضان پلاشان میکنم، سمکه درقی میکنم، حرم میرن. اما وای چی گفت؟ من خدا را دوست میدارم که آفریدگار موجودات است و خالق خوم است. دویم پیغمبرش خدا شما را دوست میدارم که شما ما را از این گمراهی خلاص کردین. نباشه من بت پرست بودم، شاید من آتش پرست بودم، به دخترم و به مادرم همخوابگی میکردم، تو من امروز انسان کردی، تو من امروز صاحب اخلاق عالی کردی، تو امروز من صاحب رحم و شفقت کردی، تو کردی یا رسول الله. من تو رو دوست میدارم
دیگه چی ندارم من تکیه گاه. ببینن بچه های حضرت چی گفتن؟ انت مع من احببت. این برای شما خیلی مژده است بچه های خوشرو. هر کاری میکنه کنه، هر وظیفه کار میکنه کار کنه، خدا نصیبتان کنه. اما این سخن اعرابی رو گوش کنه و جواب پیغمبر براش شنوه. چی گفتن؟ انت مع من احببت. گفتن جوان خوب، مردی خوب، گفتن تو همراه با کسی هستی که رو دوست میداری. وقتی که خدا رو دوست میداری، پیغمبر رو دوست میداری، با فضل خدا، با شفاعت پیغمبر تو بهشتی هستی. گفتم فردا در بستان سرای بهشت با فضل خدا در همسایگی خدا هستی، در جوار خدا هستی. انس میگه، راوی حدیث از بخاری است این کس، حضرت انس میگن وقتی که این مژده را از زبان رسول خدا شنیدم که هر کس همراه با دوستش است، آنقدر من خوشحال شدم که اگر همه دنیا رو منصبش و پولش میدادن من اینقدر خوشحال نمیشدم. برای که لعنی احب الله و رسوله و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معهم. من خدا رو دوست می‌دارم، رسول خدا رو دوست می‌دارم، ابو بکر و عمر، عثمان. عربی رو گوش کنه و جواب پیغمبر براش شنوه. چی گفتن؟ انت مع من احببت. گفتن جوان خوب، مردی خوب، گفتن تو همراه با کسی هستی که رو دوست می‌داری. وقتی که خدا رو دوست می‌داری، پیغمبر رو دوست می‌داری، با فضل خدا، با شفاعت پیغمبر تو بهشتی هستی. گفتم فردا در بستان سرای بهشت با فضل خدا در همسایگی خدا هستی، در جوار خدا هستی. انس میگه، راوی حدیث از بخاری است این کس، حضرت انس میگن وقتی که این مژده را از زبان رسول خدا شنیدم که هر کس همراه با دوستش است، آنقدر من خوشحال شدم که اگر همه دنیا رو منصبش و پولش میدادن من اینقدر خوشحال نمیشدم. برای که لعنی احب الله و رسوله و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معهم. من خدا رو دوست میدارم، رسول خدا رو دوست میدارم، ابو بکر و عمر، عثمان، علی رو دوست میدارم. امید دارم از خداوند که من همراه با اینها باشم. شارح های حدیث این حدیث شرح کرده، میگن این خود مژده است برای هر کسی که با دوستای خدا محبت داره، با دوستای خدا اخلاص داره، با دوستای خدا رفت و آمد داره، همیشه با اونها یک جایی هست. این خیلی مژده است که روز قیامت همراه اونها است. بنابراین خوشا به حال شما عزیزان من. امید دارم که اگرچه از جهت طاعت ناقصی و کمبودی داره، لیکن محبت داره، همراه انشاءالله مولا عبدالرحیم و آقای آخوند مولا مرزا و همراه انشاءالله کسایی که دوست میداره همراه اونها هستی. پروردگار عبدالحکیم بارم مرحوم مادر عزیز رو جاش جنت و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسكوب و فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سنة من الأولين وسنة من الآخرين. سبحان ربك رب العزة
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.